مثنوی معنوی شرح جامع از کریم زمانی. مقدمه مؤلف. آن که بود از جهان همیشه جهان. آغاز گفتار 14. حکایت مرد بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان. خلاصه داستان: بقال طوطی زیبا و خوشنوایی داشت و با مشتریان نکته ها می گفت و آنان را به خود سرگرم می داشت. و هر وقت که بقال از دکان بیرون می رفت، طوطی مواظب دکانش می شد. روز در دکان به پرواز در آمد و شیشه های روغن گل را بر زمین ریخت. بقال وقتی که به دکان بازگشت، دید که روغن ها روی زمین پخش شده. خشمگین شد و چنان ضربت بر سر طوطی نواخت که پرهای سرش فرو ریخت و تا چند روز از سخن گفتن و بانگ برآوردن خودداری کرد. این گذشت تا اینکه روز مرد بیمو از کنار دکان می گذشت و همین که چشم طوطی به او افتاد، خیال کرد که کله سری آن مرد نیز سبب مانند بیمویی او دارد. پس ناگهان طوطی به سخن آمد و از آن مرد پرسید: تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ مردم از شنیدن این سخن و مقایسه طوطی به خنده افتادند، زیرا که طوطی قیاسی نابجا کرده بود و کله سری خود را با کله آن مرد یکی فرض کرده بود. نیکلسون میگوید این داستان مثنوی را نخستین مأخذ شرقی می‌دانیم که در ادبیات غرب راه یافته و در فرهنگ عامه تأثیر کرده است. مولانا در این داستان ضمن ایراد نکته‌های ظریف عرفانی، قیاس‌های ناروا و مقایسه‌های بیجایی را که معمولاً میان مردم رواج دارد مورد نقد قرار داده است که مشروحاً ضمن شرح ابیات بیان خواهد شد. بود بقال و وی را طوطی، خوشنوای سبز گویا طوطی. مولانا میگوید در دوران پیشین بقالی بود که طوطی خوش آواز و سبز رنگی داشت و این طوطی با مردم حرف میزد. بر دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. نکته گفتن در اینجا به معنی لطیف گفتن. سوداگران منظور مشتری، داد و ستد کننده. این طوطی در واقع نگهبان دکان بود و با همه مشتریان نکته های لطیف می گفت. در خطابی آدمی ناطق بودی، در نوای طوطیان حاذق بودی. این طوطی با آدمیان حرف می زد و در نغمه سرایی طوطیان نیز بسیار ماهر بود. در برخی از نسخه ها بعد از بیت فف 2 بیت الحاقی آمده که مضمونشان این است: روز صاحب دکان به منزلش رفته بود و طوطی مواظب دکان بود که ناگهان گربه برای شکار موش داخل دکان پرید و طوطی از ترس جانش جست از سوی دکان سوی گریخت، شیشه های روغن گل را بریخت. از یک طرف دکان پرید به طرف دیگر و شیشه های روغن گل را در زمین ریخت. از سوی خانه بیامد خواجه‌اش، بر دکان بنشست فارغ خواجه‌اش. صاحب طوطی از سوی خانه‌اش به دکان آمد و فارغ و آسوده با متانت بزرگی در آنجا نشست. دید پر روغن دکان و جامه چرب، بر سرش زد گشت طوطی کل زیره. بقال دید که دکان، میگه مولانا، پر از روغن شده و لباسش چرب گشته است. از این رو چنان خشمگین شد که بر سر طوطی زد و از شدت ضرب دستش طوطی کجل شد. روزک چند سخن کوتاه کرد، مردی بقال از ندامت آه کرد. طوطی چند روز سخن نگفت و مردی بقال از مشاهده این وضع آه ندامت برکشید. ریش برمی کند و می گفت ای دریغ، کافتاب نعمتم شد زیر میغ. میغ به معنی ابر. شنوندگان عزیز،
بقال میگوید مولانا از شدت اندوه ریش خود را میکند و میگفت افسوس که آفتاب نعمت دولتم زیر ابر نهان شد. یعنی کلام طوطی و نوای آن نعمتی بود که به زوال رفت. دست من بشکسته بودی آن زمان، کی زدم من بر سر آن خوش زبان. ای کاش در آن وقت که طوطی خوش آوازم را می زدم دستم می شکست. هدیه ها می داد هر درویش را، تا بیابد نطق مرغی خیش را. بقال برای آن که طوطی با آواز و سخن بازگردد به هر درویش و بینوای هدیه ها می داد. بعد 3 روز و 3 شب حیران و زار، بر دکان بنشسته بود نمویدوار. پس از سپری شدن 3 شبانه روز صاحب دکان حیران و نومید و گریان بر دکان نشست. می نمود آن مرغ را هر گونه نهفت، تا که باشد اندر آید او بگفت. بقال برای آن طوطی هر گونه کار شگفت و غریب انجام میداد و هر گونه صورت و منظره عجیب به او نشان میداد تا شاید طوطی را به نغمه سرایی درآورد. جولقی سربرهنه می گذشت، با سری بیمو چو پشتی تاسو گشت. روز درویش سربرهنه و موی سترده از آنجا می گذشت که سرش مانند پشتی تاس و کل صاف بود. جولقی دسته از قلندران که بر رسم این طایفه موی سر و صورت را می تراشید و لباس خشین از جنس جوال به تن می کردند و گاه این لباس مرکب بود از پاره ها و تکه ها بر رنگ های مختلف که آن را دلق مرقع می گفتند. بنابراین جولقی منسوب است به جولق به معنی جوال است و آن خرقه بوده مویین و زخیم. طوطی اندر گفت آمد در زمان، بانگ بر درویش زد چون عاقلان. طوطی همین که آن درویشی بیموی را دید به سخن آمد و برو بانگ زد هی فلانی، کس چی ای کل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ ای کل برای چی تو نیز در سرت موی نداری، مگر تو هم از شیشه روغن ریختی؟ از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ خود پنداشت صاحب دلق را. دلق شنوندگان عزیز نوعی پشمینی که صوفیان می پوشند. از اینکه طوطی درویش را با خود قیاس کرده بود مردم به خنده افتادند، زیرا تشبیه ظاهری پدیدهایی نمی تواند دلیل بر اتحاد ذاتی آنها باشد. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر. کار انسانهای پاک و وارسته را نباید با کار خودت مقایسه کنی، اگرچه املای شیری درنده و شیری خوردنی مانندی هم نوشته می شود. در پارسی قدیم شیری درنده را بایاری مجهول تلفظ می کردند و شیری خوردنی را بایایی معروف، یعنی اولی را شیر و دومی را شیر تلفظ می کردند. در قرنهای اخیر این تلفظ منسوخ شده است، ولی هنوز فارسی زبانان تاجیکستان، افغانستان، هندوستان و پاکستان این نحو تلفظ را رعایت می کنند. پس کتابت هر دو لفظ یکسان است اما قرائتشان متفاوت. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کس ابدال حق آگاه شد. همین مردم دنیا بدان جهت گمراه شدند که میگه مولانا کار انسانهای پاک و وارسته را با کار خود قیاس میکنند. براستی که شماری اندکی از مردم از حال اولیاء الله آگاه هستند. ابدال جمعی بدل یا بودلا جمعی بدیل. در اصطلاح صوفیه و عرفان به گروهی از اولیاء گفته شود که صفات زشت بشری خود را با اوصاف نیک الهی مبدل کردند. ابن عربی میگوید ابدال عبارت از 7 چیزند. یکی از آنان از محل میکوچد و در آنجا شخص را بر صورت خود مینهد به طوری که کسی نمیداند که او
مفقود شده است. برخی گویند از آن رو بدان اولیای ابدال گویند که اگر یکی از آنان از جای رود بدل خود را در آنجا می گذارد، ولی به هر حال منظور از ابدال در اینجا مطلق اولیاء الله است. پس مولانا می فرماید علت گمراهی بیشتری جهانیان این است که حقیقت اولیاء الله را نشناختند. آنانی است که مدعی شناختن ایشانند دعوای بیهوده کرده اند. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پینداشتند. افراد ظاهربین و خشری میگد مدعی برابری با پیامبران شدند و اولیای خدا را مانند خودشان تصور کردند. گفت اینک ما بشر ایشان بشر، ما و ایشان بسته خواب مخبر. این ظاهربینان میگویند ما هم بشریم و اولیاء الله هم بشرند و ما و ایشان وابسته به خوابیدن و خوردن و نیازهای طبیعی و مقتضیات غریزه هستیم. در آیه 10 سوره ابراهیم آمده است شما نیستید مگر بشری همچون ما. و یا به آیه 8 سوره فرقان آمده است که و گفتند این چه رسولی است که همانند ما طعام خورد و در بازار و معابر راه رود. این ندانستند ایشان از ما، هست فرق در میان بی منتها. اما به معنی کوری. مولانا میگوید این افراد ظاهربین به واسطه کوردلی خود این حقیقت را درک نکردند که میان آنان و انبیا و اولیا فرق بی نهایت زیاد وجود دارد. هر دو گون زنبور خوردن از محل، لیک شد زان نیشو زین دیگر عسل. به عنوان مثال مولانا می آورد که هر دو نوع زنبور، هم زنبور عسل و هم زنبور معمولی، از یک محل شیره می خورند، ولی از یکی عسل به دست می آید و از آن یکی زهر و یا نیش. هر دو گون آهو گیا خوردند و آب، زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب. یا در مثال دیگر مولانا می آورد که هر دو نوع آهو، آهوی معمولی و آهوی ختن یا ختان، گیاه می خورند و آب می نوشند، ولی از این یکی مدفوع حاصل می شود و از آن یکی مشک معطر. هر دو نی خوردن از یک آب خور، این یکی خالی و آن پر ز شکر. یا مثال دیگر می آورد مولانا که هر دو نوع نی معمولی و نی شکر از یک محل آب می خورند، ولی این یکی خالی از شکر است و آن یکی پر از شکر. 100,000 این چنین اشباه بین، فرقشون 70 ساله راه بین. اشباه شنوندگان عزیز به معنای امثال، همتاها، یعنی جمعی شبه و شبه. مولانا میخواد بگوید که نظیر این مثال هایی که گفتم 100,000 مثال پیدا می شود که میان ذات آنها با هم فرق بسیار به طول 70 ساله راه است. این خورد گردد پلیدی زو جدا، آن خورد گردد همان نور خدا. مثال دیگر می آورد مولانا که یکی غذا می خورد و این غذا در او پلیدی می زاید و دیگری هم همان نوع غذا را می خورد ولی یک پارچه نور الهی می شود. این خورد زاید همان بخل و حسد، وان خورد زاید همان نور احد. این یکی غذا می خورد و آن غذا در او صفات مذمومی نظیر بخل و حسادت پدید می آورد، ولی این یکی هم همان نوع غذا را می خورد ولی عشق الهی را پدید می آورد. این زمینی پاک و آن شور است و بعد، این فرشته پاک و آن دیو است و دد. دیو شنوندگان عزیز به معنی شیطان و ابلیس، دد جانوری درنده مانند شیر و گرگ و پلنگ. مثال دیگر می آورد که انبیا و اولیا مانند زمینی پاک و حاصل خیزند و کافران مانند شورزار، دسته اول مانند فرشته پاکند و دسته دوم مانند دیو و جانور و وحشی. هر دو صورت گر به هم مانند رواست، آب تلخ و آب شیرین را صفاست. مثال دیگر اگر ظاهر دو چیزی شبیه هم باشد مسئله مهمی نیست بلکه امر جایز است، زیرا تشبیه در ظاهر امر طبیعی و قهری است.
چنان که آب تلخ و شیرین هم ظاهراً صاف و شفاف است، ولی اگر چشیده شود تفاوت میان آنها آشکارا گردد. جز که صاحب ضعف کی شناسد بیاب، او شناسد آب خوش از شور آب. مولانا میگوید بجز شخصی صاحب ذوق، کسی که قوه ذائقه‌اش خوب کار میکند، چه کسی مزه این دو آب تلخ و شیرین را متوجه می شود؟ مسلماً هیچ کس. پس در جستجوی او باش، اوست که مزه آب گوارا از ناگوار را تمیز دهد. این بیت اشاره می دارد که در امر سلوک باید به بهادی راه رفته و راهنمای صادق اقتدا کرد. سحر را با معجزه کرده قیاس، هر دو را بر مکر پندارد اساس. ظاهربینان سحر و معجزه را مانند هم می‌دانند و گمان می‌دارند که مبنای هر دو مکر و حیله است. سحر را به صاحب مفردات حیله و تخیلات یاوه معنی کرده است، اما سحر در اصل به معنی پوشیدگی و استرات است، چون که طبرسی میگوید سحر عملی است که اسباب آن از درک عموم پوشیده است و عملی است وارونه نما. حاجی خلیفه نیز میگوید سحر امر پنهان و درک آن برای اکثریت عقل دشوار است و آن دانشی است که درباره معرفت احوال فلکی و افزای ستاره ها و رابطه آن با امور زمینی و موالد ثلاثه به طور اخص بحث میکند. اما عمده کتابی که درباره سحر و علوم غریبه گفتگو کرده غایت الحکیم مسلمه و مجریحیت است و او در بیان این علوم بسیار مغلق و پیچیده سخن گفته است. ابن خلدون نیز در تعریف سحر میگوید و آن آگاهی به چگونگی استعدادهایی است که نفوذ بشری به وسیله آنها بر عالم عنصرها تأثیر میگذارد، خواه مستقیم و به واسطه باشد و یا به وسیله یارگیری از امور آسمانی. گونه نخستین ساحری و گونه دوم تلسیمات است. سحر تاریخ دیرینه دارد و خاص در میان سریانیان و کلدانیان و قبطیان کشور مصر متدل اول بوده است. خاصیت سحر در ساحران مانند همه قوای بشری به صورت قوه و استعداد وجود دارد و برای ظهور رساندن و فعالیت بخشیدن آن باید ریاضت ها کشید و کلی ریاضت های ساحر عبارت از توجه به افلاک و ستارگان و عالم علوی و شیاطین با انواع تعظیم و عبادت و خضوع و اظهار فروتنی و خاکسار است و از این رو ساحری وجهی بجز خدا و سجود به غیر اوست و روی آوردن به غیر خدا کفر است و بدین سبب ساحر کفر به شمار آید. بیگمان سحر در افراد و نفوس تأثیر می نهد و این امری است که قرآن کریم نیز بدان تصریح دارد. و از حضرت پرسیدند که آیا سحر حق است؟ حضرت جواب گفت بله، سحر وجود دارد. از این رو تعلیم و تعلم سحر شرعاً حرام است مگر به قصد ابطال سحر و رهاندن مصوره از شر ساحر، چون که معجزه عادتی است که فقط از انبیا صادر می شود و دیگران از آوردن نظیر آن عاجز و ناتوانند. البته اظهار معجزه منوط به اذن الهی است، هرچند خارق عادات برخلاف جریان معتاد طبیعی است ولی محال ذاتی نیست. مولانا میگوید اساس سحر توجه به نیروهای شیطانی است، در حالی که مبنای سحر اذن رحمانی است. پس میان این دو خرقه عادت و تفاوت بسیار است، ولی ظاهر بینان هر دو را یکسان میپندارند. بنابراین بیت فقه سحر و معجزه را تمثیلی ذکر کرد تا ظاهر بینان را مورد نقد قرار دهد، چرا که آنان خود را با اولیا و کاملان یکسان مقایسه میکنند.